امروز مردم شهر ترسونزاده در برابر دیگر خلق‌های سابق اتحاد شوروی یکی از بزرگترین صحنه‌های تاریخی روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی را با شکرگزاری از صلح و ثبات امروزه و استقلال دولتی تجلیل می‌نمایند. یک چهاربینی در دهه قراتاق جماعت دهاتی قراتاق برگزار گردید. در حقیقت 9 می در صحیفه تاریخ همچون روز پیروزی صلح بر جنگ و قواهای خیر بشر ابدا نقش بسته است. این سنه را مردم صاحب معرفت بشر چون روز آزادی و استقلال تجلیل نموده تا امروز عزیز می‌دارند. این خود شهادت آن است که از غلبه بزرگ بر فاشیسم استیلالگر 10 سالها سپری گشته است، ولی ارزش و شهامت کارنمایی بی‌نظیر خلق در قلب و خاطره نسل‌ها باز هم روشن‌تر گشته سبق زندگی می‌گردد. تا به امروز مردم صاحب معرفت عالم روز غلبه را با شعار هیچ کس و هیچ چیز فراموش نشده است تجلیل می‌نمایند. در این شعار معنی پیروزی و غلبه، وطن‌دوستی و آزادی‌خواهی، جسارت و فداکاری، جانبازی و مرگ، دلاوری و مردانگی، راستی و عدالت، صلح و ثبات، پیک شادی و خاص خاطری گذشتگان ifade یافته است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 شهر ترسونزاده برای اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی که 571 نفر از دهه قراتاق میباشند پایه سنگ یادگاری گذاشته شده است و امروز ما آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تصمیم گرفتیم که به خاطر پاس این جنگاوران شهید گشته یک چهاربینی فرهنگی را برگزار نماییم. در این چهاربینی امروزه ما نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، شعبه معارف و اینچنین از ناحیه‌های تابع مرکز جمهوری اشتراک دارند. فرزندان خلق تاجیک برابر دیگر خلق‌های آزادیخواه در همه محاربه‌های بزرگترین جنگ دوم جهان سربلندانه و فداکارانه اشتراک نموده از آزادی بشر دفاع کردند. کارنمایان جنگی هموطنان ما با نشانه‌های عالی‌ترین دوره جنگ قدر شده است. 54 نفر فرزندان تاجیکستان با عنوان عالی قهرمان اتفاق سوویتی و 15 نفر با اردن شرف مشرف گردیدند. زیاده از 60,000 نفر برای در نبردها قهرمان نشان دادنشان با اردن و مدال‌ها مکافئانده شدند. از حدود شهر ترسونزاده سالهای 1941-1945 به جنگ بزرگ وطنی 4356 نفر جوانمردان سفربر شدند. در زد و خوردهای شدید سالهای جنگ از آنها 2525 نفرشان به وطن برگشتند. شماره جنگاوران بعد غلبه به شهر ترسونزاده برگشته 1831 نفر را تشکیل میداد. تا امروز همگی 3 نفرشان در قید حیات بودند چون چهره‌های غنیمت و تاریخی با ما زندگی دارند. وطن کنار تو، کنار مهربان تو، گل و گیاه و خاک تو برای من مقدس است. ز قعر عصر را ز دور انبیا چه حکمت به ما رسید. شکوه اوریا بهار سبز ما به ملک تاجیکان دمید. وطن به خاک و آب تو قسم، به سنگ تو، به چنگ تو، به آفتاب تو قسم. نماز خود برای تو ادا کنم. وطن تو را، فقط تو را صدا کنم. وطن همه چو یک تنیم برای تو شده سپر، محافظ تویم ز شور و شر، ز هر خطر برای حفظ تو ز جان خود کنم گذر. شکوه تو وطن برم به بحر و بر، به بحر و بر. وطن چو مادرم دعا بده، سرود ملتم صدا بده که خدمت تو را ادا کنم. به آن قسم که خوردم وطن وفا کنم، وفا کنم، وفا کنم. این مردان شریف تحت سرپرستی و غمخوری همیشگی مقامات اجرایی حکومت دولتی قرار دارند و هر یک عضو جامعه پیوسته دستگیری آنهاست. در آخر از جانب محصلین مؤسسه تعلیمی رقم 12 دهه قراتاق یک برنامه جالب و رنگین پیشکش مهمانان گردانده شد.